بر نازنین حضرت علی رضی الله عنه که بسیار خصوصیت های هر گونه داشت. یکی از خصوصیت های او این بود که وی بسیار عالم بود، بسیار دانشمند بود، بسیار سخنهای با حکمت می گفت. وقتی پیامبر گرامی که از این خصوصیت حضرت مردم آگاه کرد، بدخواهایی بودند که برای آن که کنی پیامبر این سخنش حقیقت دارد یا ندارد مصلحت کردند 10 نفر که پیش حضرت علی می دراییم یک سوال را، همین 10 نفر فقط یک سوال میکنیم. چی سوال؟ یا علی العلم افضل ام المال، علم افضل است یا که پول یا که مال؟ هممون یک سوال میکنیم. این 10 نفر مصلحت کردن اگر در همین 10 سوال ما یک خیل جواب گوید حضرت علی عالم نیست، دانشمند نیست. ولی اگر در 10 سوال ما 10 نمود جواب گوید حق به جانب محمد صلی الله علیه و سلم و درست میگد، علی عالم است. من برادران عزیز میخواهم که این 10 سوال، این 10 نفری که یک سوال را کردند و 10 جوابی که حضرت علی بر اینها گفت به سمع شما میرسانم. من این را به خاطر آن که جالبتر است و بسیار برای گوش کردن راحت دارد، حتی برای خواننده هم برادرای عزیز. من از زمره اما خواننده ها هستم. وقتی این در کتاب خواندم تا آخرش تمام نشد، مقصد کتاب جمع کردن تانستم. بسیار هم گوش کننده در راحت می بخشد، هم خواننده هم راحت می بخشد. ولی در عقیب این، بعد گوش کردن این، ماها باید که سر مقصد بیاییم که آیا علم چی بوده است. ببینید در یونان قدیم مثل افلاطون و مثل سقراط و نفرهایی که تا حاضر نامهاشون، اگرچنده که اینها گویم که پیروی از قرآن و پیروی از دین نداشتند، ولی عالم که بودن نامهاشون باقی مونده است. خود همه افلاطون حتی گفته بود است که گفت افلاطون دانا وقتی مردن حیف دانا مردن و 100 حیف نادان زیستن. سخن بینین افلاطون میگد زمانی که از دنیا میگذشت گفت 1000 حیف که آدمی که علم دارد میمیرد، عمرش به پایان میرسد. لیکن 100,000 حیف بر همون نفرهایی که علم ندارن و لیکن عمر دراز دارن. 1000 حیف، 100,000 حیف. این برادران عزیز مقصد برای چی بود؟ و مقصد برای این بود که پیشرفت، آبادی ها، همه بهبودی ها از روی داشتن علم می شود. حتی هم امروز همین وبایی که همین کووید 19 که تمام دنیا را در لرزه در آورد، ببینید چقدر مردم همه بیکار ماندن، چقدر اکونومیکای دنیا، اقتصاد دنیا به زمین زد. از این برطرف شدن، خلاص شدن از این وبا با علم می شود. امروز عالم ها را ببینین واکسینش میکوان، در مقابلش دارو تیار میکنن تا از این وبا خلاص شوند و باز همون آبادی های دنیا را پیش برند. این یک گویم اکو من برای شما فقط و فقط یک مثالی حاضر زمان آوردم که در مقابل ویروس
امروز عالما را بینین که چیکار کردن؟ گفتن خانشین شوید، دهن و بینی هاتون را بندین، دست هاتون را مقصد دائم شوین. همین علم است. اگر علم نباشد، همین فهمیش نباشد، تمام دنیا مبتلای همین بیماری می شود. برای همین بود که افلاطون این سخن گفت. جناب شیخ سعدی میگه بیامرز پرورده را دست و رنج، اگر چه دست داری چو قارون بگنج. اگر همین قدر مال داری، همین قدر پول داری، همین قدر ثروت زیاد جمع کرده، ولی بازمی همین چیکار کن؟ بازمی همین فرزندات علم با آموز، فرزندات کسب با آموز. با این مقصد هیچ وقت تکیه نکن. عزیزای خدا را ببینین چی چیزهایی برای ما و شما توصیه میتید. خدا رحمت کنه، میگه به دانایان دم ارزد جهانه، نه ارزد صد سری نادان بنانه. به آدمی دانا میگه یک لحظه بشین، یک دقیقه بشین، یک ساعت بشین، ارزش دنیا را داره. لیکن نه ارزد صد سری نادان بنانه. میگه مزمت بینین، کسی نمیخواند، کسی بی علم است، کسی در پی مقصد جستجوی علم نیست. میگه 100 کله آدمی نادان ارزش یک نان یک سامانه را ندارد. بزرگان میگن اگر به شرطی که زیبا، یعنی معنای همین که زن را اگر از روی زیباگیش بها دادن، مرد را از روی مالداریش بها دادن، وای به آن ملت، وای به سر آن ملت. یعنی هیچگاه یعنی زیباگی برادر عزیز یا مال اینها مهم نبودن، اینها مهم نبودن. خدا رحمت کنه، شیخ سعدی را میگفت زنی خوشمنش خواه نه روی خوب، که آمیزگاری بپوشد عیوب. اگر زن برادرای عزیز، زن اگر به شرط خوش اخلاق باشد، ولی امروز من توصیه میتونم برادرها دادرها را که زنی با سواد بگیرین، زنی با علم بگیرین. شما میدونین که چقدر در زندگی شما را یاردم میکنن. حتی همین زن اگر بی سواد باشد، در زندگی تو بسیار عذاب میکشی، در زندگی بسیار مشکلات. یک طرف کار، یک طرف تامین زندگی، یک طرف دیگه با تربیت فرزندا. حتی زنی که نادان باشد، جاهل باشد، بی سواد باشد، حتی وای تربیت فرزند کردن نمیتواند. بر همین شیخ سعدی را بین، خدا رحمت کند، میگه زیباگیش نگاه نکن، همین دانش دارد، فهمیش دارد، و انتخاب کن. یعنی تمام همون بگیم صورت بدروگیشه، همون علمش، انا همون فهمیشش، انا همون دانشش، اون کمبودی را میپشانه. یا خدا رحمت کنه، شیخ سعدی را میگه نه منعمی به مال از کسی بهتر است، خر جلی اطلس بپوشد خر است. هیچگاه میگه یک نفری را دیدین که مالدار است، یک آدمی را دیدین بی مال است، شما نگین که این آدم مالدار از این آدم بی مال افضلتر و بالاتر و بهتر است. نه، با مال با زیباگی آدم بها نمیتید. برای همین گفت این عزیز خدا که اگر زنها را از روی زیباگیشان، مردها را از روی مالداریشان بالاتر و بهتر کسی دانست، وای به حال اون مردم و وای به حال آن ملت. خدا رحمت کند. الله مهربان در آیت‌های قرآنم با پیامبر نازنین منم اشاره کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در سوره مبارکه طه
انا آیت 114 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قل رب زدنی علما. ای محمد وقتی از من خواهی شد، چیز پیدا شد، یعنی چیز از من خواهی، الله میگه من بر تو فرمایشم این است که از من فقط علم بخواه. برای این پیامبر اللهم اینی اسألک علما نافعا گفت، خدای برای من علم نافع نصیب بگردان. پیامبر نازنین میگه وقتی بینه که نفر دسترخوانش هیچی ندارد، وای فقیر نیست، وای کمبغل نیست، لیکن دیدن که وای علم ندارد، وای فقیر است. آدمی به علم کمبغل میگفت پیامبر، آدمی به علم فقیر میگفت، لیکن آدمی به پول و به نان و به مثال گویم دیگر اشیای زندگی را کمبغل نمیگفت پیامبر نازنین. همین دولت سامانیان هم در برای دنیا 3 تعالیم انسیکلوپدی دادگیه. یکی اول ابن سینا، یکی ابو ریحان بیرونی، یکی ابو نصر فارابی. این 3 تعالیم برجسته دادگیه. برادرای عزیز، شما حتی بینین ماها مثال محمد خوارزمی داریم که هر کسی که الگبرا میخواند، متماتیکا میخواند، دانه که اینها اساسگذارها بودن. اینها حتی کشفیات عدد کردن، 1 2 3 4 5 دست اینها بود. ما میرزا اولوغبک داریم که حتی اینها علمهای ستاره شناسی را اساسگذاراش هستند. حتی در زمانهای اینها قریب گوییم که همون میکروسکوپ هایی که از زمین ایستاده و مثال آسمان نگاه میکردن، حرکت ستاره را میدیدن، تا قریب 20 عدد داشتن. این ما عمر خیام داریم که حتی اساسگذار همین جدول مندلیو که ما در خیمیا گویم همو الیمنت های خیمیایی را که چند الیمنت هایی که در جدول مندلیو است، گویم اول مطرح کنندش عمر خیام بود. این بین مندلیو و بین عمر خیام 800 سال فرقه. یا قوی بگیم کشش جسم ها و فضا را قانون نیوتن میگن، اصلش برادرای عزیز، اصل این از خیام بود. این کشفیات خیام کرده است که بین نیوتن و بین بگیم خیام 600 سال فرق است که خیام پیشتر از اینها بود. من در مقصد اینترنت داخل شدم، بعضی چیزهای را از داخل اینترنت گرفتم که در روی دنیا زیاده از 200 دولت است. ببینید 200 دولت زیاد است در روی دنیا. در 53 دولت اکثریت اهالی را مسلمان ها تشکیل میدهند. ولی شما اگر در داخل اینترنت داخل شوین، مقصد سوال تین که از همه در ملتی که زیاد کتاب میخواند کدام ملت هست، جمع 30 دولت میبراید. از بین همین 30 دولت همگی برادرای عزیز بینین 3 دولتی که مسلمان نشین است، یکی عربستان سعودی، یکی اندونزیا، یکی ترکیه. دولت های هستند که اینها مقصد در قطار اینا داخل. دیگر اکثریتش ایندیا، تایلند، تایوان، خیتای، بینین چخیا، روسیه، رومانیا، این دولت های هستند که حتی نگاه کردن در 24 ساعت 11 ساعتی همون یک روزه شما در کتاب خواندن صرف میکنن، یا اینکه 9.5 ساعت شونه یا 8.5 ساعت شونه از 24 ساعت. آیا شما یک بار سوال تین خداتونه آخران باره که کتاب خواندین کی بود؟ چند ساعت کتاب خواندین؟ برادرای عزیز، هر کسی کتاب میخواند، هر کسی با کتاب سر کار دارد، هر کسی با علم سر کار دارد،
او را نشستش دیگره، او را سخنش دیگره، او را مناسبتش دیگره، او را معاملش دیگره. علم آدم بسیار دیگرگون میکنه. برای همین خواهرها، مادرای عزیز، شما در من تاکید میکنم حرکت کنین که خواننده باشین، حرکت کنین از نعمت علم برخوردار باشین، بی سواد نمانین، جاهل نمانین، نادان نمانین. الخصوص دادرای عزیز، امروز الله مهربان اینقدر امکانیت های زیبامون داده، اینقدر شرایط های خوبی را خدا برکتیه از رهبر دولت که اینقدر مهیا کردن تا ما خوانیم، از این امکانیت ها استفاده بریم. میایم اکو به سر سوالی که حضرت علی را کردن که علم افضل است یا مال. حضرت علی چی گفتن؟ گفتن که العلم افضل من المال. وقتی نفر یکم در آمد گفت علم افضل است یا مال، گفت علم افضل از مال است. گفت با کدام دلیل؟ هر کدامش دلیل میپرسید. گفت حضرت علی گفت من اکو عبارهای عربیش نخوانم، برای وقت زیاد شما را هم نگیرم، فقط همون جوابهاش گویم. گفت علم افضل از مال است. گفت با کدام دلیل؟ گفت با دلیل اینکه علم میراث پیامبراست، یعنی از پیامبرا میراث فقط علم میماند، لیکن مال میراث نمرود است، مال میراث شداد است، مال میراث فرعون است. این آدم گوش کرد و بیرون برآمد. نفرهای دیگر را گفت که من همین خیلی جواب گرفتم. نفر دوم در آمد، همون سوال، علم افضل است یا مال؟ حضرت علی علم افضل از مال است. با کدام دلیل؟ دلیل دوم، علم تو را پاسبانی میکند ولی مال را تو پاسبانی میکنی. یعنی علم نعمتی است که تو را پاسبانی میکند، یعنی تو را همیشه حمایه میکند، تو را همیشه حفظ میکند. ولی مال چیزی است که دایم تو باید پاسبانی میکنی، دایم باید تو نگاه میکنی، دایم بگیم هوش و گوش در همون کشاله. زین لحاظ گفت علم افضل از مال است. اینش هم بیرون شد. نفر سوم در آمد، علم افضل است یا مال؟ حضرت علی جواب دادن علم افضل از مال است. با کدام دلیل؟ دلیل گفتن برای عالم دوست بسیار است ولی برای آدم مالدار دشمن بسیار است. بله برادرها خوب گوش اندازین چی جوابهای زیبا اینی. کسی اگر علم دارد دوستی بسیار دارد، یعنی رفیقی بسیار دارد، شاگردای بسیار دارد. استاد گفته، معلم گفته، همیشه حرمت میکنند. ولی کسی مال دارد، پول دارد، امروز تجربه ها نشون میده دشمنی بسیار دارد، بدخواهی بسیار دارد، تا جایی که حتی جاش نمیآورند و الا خونش میریزانند. دشمن هدفش اینه. اینش هم با این جواب قناعتمند شد، بیرون شد. خب نفر چهارم در آمد، علم افضل است یا مال؟ حضرت علی گفتند علم افضل از مال است. با کدام دلیل؟ حضرت گفتند هرگاهی که علم صرف میکنی زیاد میشود، وقتی مال صرف میکنی کم میشود. یعنی ببینید چقدر همین معلم، چقدر دانشمند برادرای عزیز، چقدر مطالعه میکند، چقدر درس میگه، همون قدر علمش زیاد چیدن میگیرد. ولی وقتی که اگر مال در دستت باشد، تصور کن 1000 سامانی در کیسه داری، بازی برای یک بار داخل یک مغازین یا بازار شو، وقتی صرف میکنی همش کم میشود. یعنی علم با گفتن زیاد میشود و مال با صرف کردن کم میشود. اینم جواب شگیری بیرون شد. در آمد نفری پنجم، همون سوال، علم افضل است یا مال؟ علم افضل از مال. گفتن با کدام دلیل؟ حضرت علی جواب میدن. خب گفتن صاحب علم را
به نام نیک میخوانند، یعنی عالمش میگن، معلمش میگن، استادش میگن، یعنی چقدر نام های زیباش میمونن، اکادمیکش میگن، پروفسورش میگن. ولی گفت آدم مالداره بسیار با نامه های بد میخوانند. میگه پولداره بسیار بخیله، پولداره بسیار ممسکه، پولداره بینهایت مرده. اینه تا جای حتی آمد گپ هایی که میگن فلانی بسیار مالداره یکی بسیار موسره، تا موسره نسبتش میتن. برای حضرت علی گفت آدم علم داره به نام نیک میخوانند، آدم مالداره گفت به نام نیک نمیخوانند. اینم با این جواب قانع شد، بیرون شد. نفر ششم در آمد، همین سوال داد. جواب حضرت علی همان بود، البته علم افضل از مال است. دلیل پرسیدن، گفت دلیلش این است که علم را کسی دزدیده نمیتواند، ولی مال را دزد میدزدد. یعنی ببینید وقتی آدمی که علم دارد مقصد دزد و دزدیده نمیتواند، ولی وقتی که مال اگر در جای باشد دزد و یک جا گرفته میبرد. معقول آمد، جواب معقول آمد، برآمد. نفری هفتم در آمد، باز همون سوال، علم افضل است یا مال؟ حضرت علی علم افضل از مال است. گفتن با کدام دلیل؟ حضرت علی گفتن که کسی علم دارد، عنوان عالمی دارد، گفتن در قیامت مردم شفاعت میکنن، اینا مردم یاردم میکنن، مردم کمک میکنن با توفیل علم داشتشان، با توفیل این عنوانهای عالم بدنشان. ولی کسی مال دارد اینها مورد حساب قرار میگیرند، اینها را خدا حسابات میگیرد. اینم جواب زیبا گرفت، بیرون برآمد. در آمد نفر هشتم، باز همون سوال. حضرت علی باز هم جواب گفتن، همین جواب. بعد از آن گفتن با کدام دلیل؟ گفت علم با سبب ایستادن اگر 50 سالم که با تو باشد ویران نمیشود، نمیپوسد. ولی مال گفتن اگر به شرطی که زیاد ایستد دیدین تغییر مییابد، قیمت شای بین میرود. اگر دیگر اشیاهای باشد مثل خوردنی و مثل پوشیدنی میپوسد، ویران میشود. گفت یکی از برتر بودن علم این است که ویران نمیشود و نمیپوسد. لیکن مال قیمتش میرود، ارزشش از بین میرود. یا اینکه تماما مثل پولهایی بود که حتی که تماما خواب کردن، دیگر پولی نو برآمد و دیگر قیمت قدرش گم کرد. اینم جوابی نیکو گرفت، بیرون برآمد. آدم نهم در آمد، گفت که باز همون سوال، علم افضل است یا مال؟ حضرت علی همون جواب، علم افضل از مال است. با کدام دلیل؟ حضرت گفتن که علم دل آدم روشن میکند، ولی مال گفتن دل آدم سخت و سیاه میکند. ببینید یعنی چقدر آدم علم بگیرد همون قدر دلش ملایم میشود، همون قدر دلش روشن میشود، همون قدر وقتش خوشه. لیکن چقدر آدم مالدار شود دلش سخت میشید است، دلش سیاه میشید است، بیرحم میشید است. اینم با این سوال جواب شگیر بیرون برآمد. نفر دهم در آمد، گفتن خب علم افضل است یا مال؟ گفت علم افضلی از مال است. با کدام دلیل؟ گفت دلیل همین است که عالم گفت، علم گفت صاحبش را گفت تابعی بر بندگی میکند، ولی گفت خاکسارش میکند. ولی مال باشد آدم بسیار تکبر میکند، در آدم غرور پیدا میکند، در آدم ناپسندی پیدا میکند.
بعد از آن حضرت علی چی گفت؟ گفت اگر تا زمان زنده باشم و هر نفری که بیاید از من همین سوال کند، من برای او جواب دیگری میگردانم و همیشه در همین اعتقادم باقی میمانم که علم افضل از مال است. البته برادرای مالدار، مبادای شما که از این ملامت نشوین یا خفه نشوین که مقصد این یگان تحقیر آدم مالدار است. نه، این سخن اولا که این سخن حضرت علی است، این سخن الله است، این سخن علی هم نیست که فقط حضرت علی برای ما یک کمتر جالب تر کرد که ما پایبند باشیم. ولی بینین حتی خدای مهربان در قرآن در سوره مبارکه نمل آیت 15 ولقد آتینا داوود و سلیمان علما و قال الحمد لله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. وقتی میگه من حضرت داوود با سلیمان علم دادم، در حال میگه مرا شکرگزاری کردن که ای خدای مهربان چی نعمت بزرگ بر ما داده که ما بر جمعی بندگان تو برتر شدیم و بهتر شدیم. یعنی از روی علمی دادگی ما از دیگران بهتریم. این خداوند عالم از آدم مالدار بالاتر و بهتر میداند. برای این پیامبر نازنین میگفت لموت قبیله ایسرو من موت العالم. اگر یک قبیله، تصور کنید که یک خواجگی 300-400 خواجگی، یک محله، یک کوچه، اگر میگه همه این نابود شود، این آسانتر است از اینه که وقتی یک عالم از دنیا میگذرد. این است برادرها و خواهرای عزیز آن چیزی که من برای سمع شما من گفتنیای بسیار داشتم، ولی از بس که دقیقه‌های زیادم گوش کردنش مشکل است، ولی یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. انشالله پایبند علم شوین، علم از خود کنین، خوانین تا شما از برکات این خدا خواهد ملکتان آباد، خانه هاتان آباد، خداتان اینقدر درجه و مقامهایی را که در کتاب برای شما بیان کردن، شما همه اینا سزاوار و لایق میشوین. خداوند همه شما را نگهبان باشد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. که همین نور تیوی ده شما با شرطی که اگر سوال هاتون نویسین، همین بچه ها نزد من میآیند، با من انشاءالله مصلحت میکنن، من در سوال هاتون جواب میگردانم. الله همه تونه در حفظ امانش نگه دارد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.